سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم با اولین ویدیوی پارت یوسف به چنل خودتون. خوش آمدین. قراره چیزایی که به پابجی موبایل اضافه شه، اسکینای اضافه شه و قابلیتایی که اضافه شه با هم دیگه یه نگاهی کنیم. اولین چیزی که گفتم میخواد اضافه شه تیر به دست بگیری، دویدنت بیشتر میشه یعنی سرعت کاراکترت. بعد تیرش 175 تیر یعنی 50 تا تیر دیگه نیسته، دمیجش هم بیشتره. و پن رو گفتن میخوان سبکتر کنن یعنی بیشتر بتونی داخل کیفت پن بذاری، قابلیت جدیده. و گفتن این گانم قراره مثل تیر دمیج بیشتری بده و دست کاراکتر سبکتر باشه. و التیمیت جدیدی که قراره به بازی اضافه شه با اسلحه‌اش که انفوره، لول 1، لول 3 و لول 7. میگن 7 لولن، 8 لول نیست. اون چیزایی که دیدم میگن انفورش 7 لولن. بعد اینم کاراکترشه، هم اسکین التیمیتشه. اینم اسکین التیمیت با گانش، چیز جمع جوریه، جذابه. البته باید تو بازی بیاد. اینم لوت باکسشه، مثل این که آره اینم لوت باکسشه که لوت باکسه. الان میرسیم به جوایز رویال پس. این ست آر500شه و مثل قبل با 360 یوسیه. کارت تخفیفه که امید فکر کنم فردا، نه یا یه هفته دیگه بیاد هلوش. یه کلا داره، آر1شه، چیز خوبیه، عالیه. خب یه دونه لباسش خیلی چیز زیباییه، خیلی خوشگله، جمع جور خوشگلم هست، خیلی چیز خوبیه برای گیم پلی. نه خوشم اومد از آر1. اینو به نظر من باید متیک میکردن. ببخشید دوستان، اسم میکنم یکم کیفیت پایینه. و آر1 بعدی یه گان دیگه هست، یه اسکین گان دیگه. آنچنان از این گان استفاده نمیشه، خاطر این چیز مهمی نیست. یه دنسی داریم، خب باحاله. یه دونه اسکین هواپیما که قرمز رنگ، یه چیز خاصی نیست، فقط یه رب گوجه روش ریختم فکر کنم. آره چیز خاصی نیست. یه هلمت خیلی بسیار خوشگل. البته سش به نظرم قشنگتره 1 و 2شه. آره سش قشنگتره 1 و 2شه. و